دخترم تاج سرم، ای امید و باورم، تو مسیر زندگیم تنها تویی هم سفرم. دست تو آرام بشه قلب من عزیز من، تو مسیر سختی و تویی هم مسیر من. تو فرشته زمینی، تو برام مهترینی، تو یه نعمت. السلام علیکم دوستان، بیننده ها و تماشابینان عزیزی ما. امروز جمعی تبریکات شهران در دهه آهلیک در طرفخانه طاهر بابا برای تبریک کردن به خانواده زیبای علی جان بابا ما عثمان آمدیم. امروز نبیره خاندان ریحانه بانو جشن زادروز دارند. می‌خواهیم این لحظه های خرسندی رو همراه شما به هم بینیم. با ما باشید، با شبکه شهران. سلام ای دیر، سلام ای نوری دیده، سلام بر مردمی فرهنگ دیده، سلامی ماست فکر عاشق و من، درود است و سرود است و ترانه. السلام علیکم پدران عزیز، السلام علیکم مادران مهربان، همه شمایان رو به این طرفخانه زیبا و طرفخانه طاهر بابا و امروز جشن یکمین بهاری ریحانه بانو خیر مقدم میگویم. خوش آمدیتان. قدم های مبارک شما عزیزان را به این درگاهی پرفیض شادروان اسد بابا خیر مقدم میگویم. مهمانان اگر ملال نماید میخواستیم به صحنه دو بابا جان، دو آنا جان همراهی ریحانه بانو و البته پدر مادرشان را نگروز جان دلازه بانو را به زمان دعوت کنیم. همچنان علی جان بابا، حسین بابا، معصومه آنا، ملاحدانه را همراهی نبیره شیرین به زمان دعوت میکنیم با قرصک های صمیمانه شما عزیزان. مرحبا. علی جان بابا مرحبا، کلی خدا با حسین بابا مرحبا. علی جان بابا در بحر و برم گوهر یک تاست نبیره، در باقی سخن بلبل گویاست نبیره. زادروزی نبیره مبارک باشد. از فرزندم دیدم شیرین‌تر نبیره بود است. خاندان با فکرم نبیره کلامی اولین نبیره ریحانه بانو 100 ساله شود. خدا کند که مکتب‌های باباهای اعلی ختم کنند با یک پیراهن سفید طلایی از خاندانتان که این سلام کردن بسیار کردن برای شما نصیب کند. زادروزی نبیره شیرین برای شما، برای حسین بابا، برای آن جان‌های عزیز معصوماتی ملاحدانه روزی خرسندی را مبارکباد میگوییم. مبارک باشد. میگوید بقای عمر انسان است فرزند، و جسم آدمی جان است فرزند. نبینی نعمت نایاب از او مکافات زیزدان است فرزند. بگذار معصومه آنه شده مرا 1 سال پیش امروز خاندانتان به یک روزی بهترین بود. روزی شادیانه و فیروز بود که فرزند شما باز فرزندان شدند. کلیدی در جنتی بابا جان و پدرشان ریحانه بانو به دنیا آمدند. خدا کند بیدرد و بیغم شدند، دوزنده شود، ورد شود، سردختر شود، معلمه شود و دستیاری آنا جان و بابا جان شود. علی جان بابا چخیلی که کلام شود و یکمین شعر یا گفتگیش از یک کارخانه چیز آمدگیش و آنا جانشان بیان که ریحانه بانو شعر از یاد کرده است. چخیلی شعر بیان اگر خودشان با یک لفظ شیرین بیان که آلوچه گوی بادام من نبیره بابام 6 تا چای نوشن و من چای ریزه که بابام گفتن در خدمت شمایان باشن. زادروزی نبیره مبارک باشد. نگروز جان دلازه بانو زادروزی فرزند مبارک. خاندانتان پر از فرزند شود و علی جان بابا نامهای نبیره ها از خاطرتان برآید و سال آینده و پسرک و دخترکان به دنیا بیاید و باشد آمده شما را تبریک کردن نصیب کند. امروز برای ریحانه بانو از نام پدرجانشان، برای پدر از همه مهربان ترین فرزند دختر میشده است. برای ریحانه بانو از نام نگروز جان میگویم دخترم نسخه دل و جانم، آرزویم امیدم ارمانم، پا به پا بردمت برای حیات تا
خاکی باشی از سایه دستانم. روی دستان کلام نکردم من تو را، کلام کردم روی چشمانم. هرچی دارم برای تو دارم، هرچی مانم برای تو مانم. بگذار ایان بانو کلام شود، از پیشتر فخر کنید و خواهرک و دادرکانشان زیاد شود. در روزهای خورسندیاتان آماده شمایید را شاباش باشند نصیب کنند. امروز روز خورسندی مبارک باشد. علی جان بابا، حسین بابا در سمرقند ما یک عنعنه زیباست. امروز خیلی مردم سمرقند یک دخترک نازنین در روزی سمرقند به دنیا آمده بوده است. من امروز یک ساله شده است. بگذار مانند مناره های سمرقندمون دراز را ببیند و یک فخر و افتخار سمرقندی ما باشد. این سمرقندی با یک عنعنه های زیاد دارد و در روز یک سالگیش به کاکلان طفلان قیچی میزند. معنی این از آن است که در وضع همون کاکلش باید خیر و احسان کند. امروز نیکروز جان خیر و احسان رو روی دسترخوان روی میز ما پیشکش شما کرده است و البته میخواستیم همون مراسم را همراهی صاحب جشن ها برگزار کنیم. نیکروز جان ما با این پدر میخوام نزدیکتر استیم، ما باشد قیچی ها را نزدیک میبینیم، یک جای کاکلانش را قیچی میزنیم که دختر را بده است. مبارک باشد. زادرس مبارک. مبارک باشد. امروز روز خورسندی است. حسین بابا، علی جان بابا برای امروز ریحانه بانو میخواستیم سخنهای تبریکاتی را شنویم. مرحبا. مادرها مرحبا. آسمایتی دلهادانا مرحبا. السلام علیکم مهمانان عزیز، خداوند عزتمند، خویشاوندان، هم یکاتون خوش آمده. برچه من امروز ریحانه یک ساله شده است. الهو 100 ساله شود. مکتب‌های میانه باباهای اعلی تمام کرده. الهو مکتب‌های کلام به داخل شود. الهو مهمانان هم یکاتون خوش آمده. رحمت تشکر می‌گویم. البته امروز روز خورسندی است. اولین شیرینی امروز ریحانه بانو را می‌پریم. پیش از آن باشد ملاحظات تبریک کنند. ملاحظات مرحبا. السلام علیکم. شمارتون دیگر روزی شد. همین نیوری بایم خالم شد سات بدارم. اینجور علاوه دیگرش همیشه بخش داره علاوه دیگر داره. خالم شد. علاوه بخشی تو من کردم نیستم. هزار رحمت تشکر می‌گویم. و البته امروز جشن زادروز ملیکه بانو بوده است. خیر شاگردی ما ملیکه بانو زادروزتان مبارک باشد. از نام مکجانتان، از نام یکم‌الله گفتن دختر مهربان خاندان ما همیشه در روزهای بهترین ما در خدمت هستند. ما می‌خواهیم در این روز خورسندی تبریکش گوییم. ملیکه بانو زادروزتان مبارک باشد و برایتان همه آرزوهای نیک، نیت‌های نکو را از نام یکم‌الله عزیز، از نام مکجانتان برایتان تمنا می‌کنیم. می‌گویند بخواهم آسمان ماند برآید، زمانی گلفشان ماند برآید. بخواهم از همه پیر و جوان‌ها فقط رنگین کمان ماند برآید. ملیکه بانو زادروز مبارک باشد، 120 ساله باشد و اکنون می‌خواستیم یک جای شیرینی را بریم از آن تناول کنیم. مرحمت شیرینی را نزدیکتر می‌بریم. اولین شیرینی ریحانه بانو، ملیکه خاندان، ملیکه سلاله کلان شادروان از صد بابا. مرحمت یک جای شیرینی را می‌بریم از آن تناول می‌کنیم. علی جان بابا دست دراز کنید. کار را بگیریم یک جای شیرینی را می‌بریم. مرحبا.
یک جای همه با یک جای زادرش مبارک مهرجان چکارکی ایمانوانو خوشبخت‌ترین دخترک خاندان هستند. چرا گفتم با چنین امه‌ها دارند در سر؟ البته انتظار بانو، جسمین بانو و همچنان نازیه بانو میخواهند جیان خود را تبریک گویند. مرحمت انتظار بانو نیتوی نفس نک را برای جیان میشنویم. مرحمت جسمین نازیه نزدیکتر میستیم. خوش آمده و در باقی داده جانی کنم بی جانی من لیونا جان من سرده جونیدم دمام دیگه جان من خوش بیردم لیونا دم بی من زب سلامت دادم السلام علیکم مهمانان. من امروز درجدنی ریحانه امنون علوم اینجا به دادم نیستیم. تبریک میکنم صد رویا ملیکا، تبریک میکنم صد رو چی نیتات باشه همه نیتات برست. سلام علیکم مهمانی عزیز، تمام خوش آمده. ریحانه از دوستی که تبریک میکنم صد رو کارم شما سرزده بیشتا من با باش باسم سلامت کردم. نیکوزا کما یکم با معالیه نکنم آنها با باشه چی آرزوی افرشون باشه آرمانشون باشه همش با رسوم ایداری محتوای عالی بدرایم همونی دادم تبریک میکنم. ماریکا دیم تبریک میکنم سن بدرم. Minimum چی دارم میکشتگی باشه اگه زشتگی باشه من خیلی خوشگل سندنده آیدام بود خدم خیلی خوشسندی شبه همانتون برم رحمت اگه آغوش کرده تبریک کردن ممکن است مبارک باشد و همچنان ریحانه بانو را نیز تبریک میگوییم. حالا جان تبریک میکنیم ابیره را. مرحمت. السلام علیکم مهمونای عزیز، خوش آمده. نوری دیده تابی سر
من این دختران های تبریک کنم قبول شود ادای بیش و دستیار شود توقع اولی دوره پیش قدم شود ایلوی نیگیز که دیزن شود خوشه پیر شود انجام که مانسمان خوشه پیر شود انتظارم بچه دوش کلون شود توی کنیم چی نیت دارن نیت کاشو برسن رحمت آنها کلام اکنون با راهبری شما هم را به رقص تکلیف میکنیم. سرودهای رقصی و افتخار ریحانه با نام خردکک می شود. یک جمع می رقصیم، پرسنده میکنیم. دخترک نازنین کلام شمانان دستیاره که شما مادر کلام ها باشند. زادروزی نبیرم مبارک باشد. ناسمایتی مرحمت سرودهای رقصی برای شما. مرحمت. بیننده ها تماشابینان شبکه شهنان، ما دخترک نازنین خاندان ریحانه بانو را با امروز روز شکرانه‌شان شاد باش گفتیم. همراه شمایان با هم دیدیم. با ما باشید، خود را احتیاط کنید و سلامت باشید.